دیگر نداریم. اگر خوشمندون باشن مهاجرین تاجیک و خواهران مسلمان کمک کنه که این کودکچه ما نصر او همیشه دمنیش میکنه. هست یعنی تسب دارد و تسبش نمیفراید. اگر خواهید من با شما وقتی که از بیمارخانه گذشتیم و برای او کارت تیار کردیم که پول گذارانیم و او را توبت کنیم. اگر خواهید با شما نشان میدهم. این پاسایی که میبینید این زمان در اینجا همه اینها از همین کودکچه هستند. ما به همه بیمارخانه ها رفتیم، او را طبابت کردیم. دکتران پیدا شدن که با ما گارانتی ندادن که کودکچه زنده میموند. همه این قواس ها و این میتریسکه کودک است. حتی در همه این بیمارخانه حرارت بدن را هر روز سنجیده میستیم. حرارت از 37 بالا 38 39 چی قند او به 22 رفت و رسید و این زمان قندش 19 هست. ما را از در بیمارخانه شهر دوشنبه بیمارخانه چپایف این زمان خواب هستیم. اگر خوشمندان باشند ما کارت شدیم به این کودکچه یاردم کنند و کمی هم باشد شاید که صحت شود و در حق شما دعا میکنیم. بینندگان برادران و خواهران مسلمان، همین طفلکی میبینید این زمان بیمار است. مدتی 8 ماه میشود که بیمار است. بیماریش این سپس است، یعنی میکروب در خون و در روده ها در همه جای او میکروب است. ما او را طبابت کرده ایستاده‌ایم، همه کارها را برایش کرده ایستاده‌ایم، اما او صحت نشده ایستاده است. در تمام بیمارخانه ها خواب رفتیم و او را طبابت کردیم. دکتران میگویند که پول کلان لازم داریم که او را طبابت کنیم. شاید که بیرون از تاجیکستان او را طبابت کرده شود و در دیگر شهرها. از همین برادران و خواهران مسلمان خواهش دارم که با همین کودکچه چقدر که لازم است کمک کنند و او صحت شود. از شما پول کلان طلب نداریم، کمی هم باشد یاردم کنه که همین کودک ما نقص شود و با پا خیزد. او هیچ صحت نمی شود. همه جایها برده ایستاده‌ایم، او را همه کارها را کرده ایستاده‌ایم، اما صحت نشده ایستاده است. همیشه تست میکند و شکمش دمیش داره. من میبینه خواب نمیکنه، آرام نیست. کودکچه همیشه گریه میکنه. ما رو در تمام بیمارخانه ها خواب کرده ایستاده‌ایم. در بیمارخانه های شهر و در تمام جایها چندین مرتبه خواب کرده ایستاده‌ایم، اما صحت نمیشود. ببینید که چقدر خراب است. هیچ صحت نشده ایستاده است.